سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم که توی این ویدیو با هم آموزش ساخت جیمیل رو آموزش بدم. جیمیل به خیلی کاربرد داره که میتونید توی حتی کانال های یوتیوب خودتون، آپارات خودتون ازش استفاده کنید یا حتی برای ذخیره کردن خیلی از بازی های خودتون مثل پابجی، کال آف، فورتنایت اینا ازش استفاده کنید. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اولین کاری که میکنه اینه که وارد مرورگرتون میشید و سرچ میکنید حساب. گوگل حساب رو میزنید. بعدش میایید پایین و ایجاد حساب رو میزنید. اسم خودتون رو مینویسید. بعد از شما سوالتون رو خواسته، می نویسید همه اونا رو. خب اینجا از شما مثلا 2 تا آیکون اول جیمیلتون رو داده. اگه نمیخواید هیچ کدوم از اینا باشه، ایجاد نشان جیمیل خودتون رو می نویسید و هر چیزی که شما میخواید اون رو می نویسید. بعد کاری که میکنید اینه که برای خودتون گذرواژه انتخاب میکنید که باید همیشه حذف کنید. شماره تلفن خودتون رو می‌نویسید. بعد برای شماره تلفنی که ارسال کردید یک کدی میاد. نشانه ایمیل اگه خواستید میزنید، اگرم نخواستید رد شدن رو میزنید. بعدی و میاید اون موافقم رو میزنید و ایمیل شما به موفقیت ساخته میشه. خب دوستان، من توی این ویدیو به شما آموزش دادم که چطوری حساب گوگل بسازید که خیلی کاربردیه و اگر شما دوست داشتید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید. فعلا خدا نگهدارشون.